برای یه بارم که شده این ماست و بورانی بادمجون رو به سبک اصیل گیلانی درست کن. برای درست کردنش هم نیاز داریم به ماست چکیده، بادمجون کبابی و سبزی‌های معطر و نمک و فلفل و گلپر. برای کبابی کردن بادمجون هم من مثل همیشه یه سینی گذاشتم روی گاز، بادمجونا رو توش چیدم و روی بادمجون ها شیار ایجاد کردم تا داخل بادمجون هم حسابی مغز پخت بشه. اون رو رو شعله ملایم گاز میذارم و هر چند وقت یک بار اونها رو زیر و رو میکنم تا همه طرف بادمجون خوب کبابی بشه. وقتی همه طرف بادمجون حسابی کبابی شد برش میدارم و خیلی راحت پوست بادمجون کنده میشه. به همین راحتی تو خونه آپارتمانی میتونید بدون کثیف کاری بادمجوناتون رو کبابی کنید. یه توصیه هم میکنم که سینیتون رو بعداً با صابون و سیم بشورید که حسابی تمیز بشه. اگه تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم لایکش کنید و اگه هنوز داخل چنل من سابسکرایب نکردین چنلمو سابسکرایب کنید. بادمجونای کبابی رو میتونید بکوبید یا مثل من با غذاساز خوردش کنید. من اینجا از ماست چکیده موسیر استفاده کردم. سعی کنید از ماست چکیده استفاده کنید چون مزهش رو خیلی بهتر میکنه و اگر ماستتون موسیر نیست و معمولیه حتما تو این مرحله 1-2 حبه سیر با توجه به ذائقه‌تون بهش اضافه کنید. حالا بادمجون و ماست حسابی با هم ترکیب میکنم براتون داخل دیسکریپشن مینویسم به همراه نکات مهمش. حالا بهش نعنا، خالباش که نوع سبزی گیلانی اگر در دسترستون نبود میتونید حذفش کنید. به همراه مقداری نمک و فلفل و گلپر بهش اضافه میکنم و دوباره با هم خوب مخلوطش میکنم. بورانی بادمجون یه مزه خوشمزه کنار غذاهاتونه یا حتی یه دیپ خوشمزه کنار سیب زمینی و چیپسه. حتما برای یه بارم که شده به این روش امتحانش کنید. مطمئنم که خوشتون میاد و پای ثابت سفره‌هاتون میشه. هر جوری که دوست دارید میتونید تزیینش کنید. من یه مقدار نعنای خشک روش ریختم به همین راحتی. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.